تو کاربر چه تومایی واسه من فرستاده یا خدا چی گفته حالا چی سلام خانم مستقیم وقتتون بخیر باشه. این ما که نتونستید خوش خوبی برای ما داشته باشین، حداقل برای لایفاری استراتژی درست داشته باشین که بتونین جمله کنید، وگرنه بعدش قدر کاری کنید واسه شما اصلا راضی نیستید. ای بابا چیکار کنم. سلام آقای بهرامی. ببینید آقای بهرامی، شما تو تخفیف داده خیلی مقابل هستید. ببینید بلاک فراید باید تخفیف زیاد داده بشه. برندهای بزرگ یا تخفیف زیاد میدن و میتونن اینجوری فروش‌های زیادی تجربه کنن. شما اینقدر وقت مقابل هستید تو تخفیف دادن، من کاری واقعا نمیتونم براتون انجام بدم. لطفاً یه 40-50% تخفیف در نظر بگیرید برای بلاک فراید که من بتونم استراتژی درستش رو اجرا کنم، بتونم فروش‌های خوبی براتون داشته باشم. آره که وقتی من مقابل تخفیف دادم چیکار کنم براتون کنم؟ والا کمپین این تخفیف رفتن دیگه. من یه ادمیت رفتم گذاشته حساب فکر می‌کنم کمپین رفتن این تخفیف‌های زیاد دادن، در حالی که کلی کمپین‌های مختلف اومده و من ازشون بی‌خبرم. اینجوری با بهونه بلک فراید با تخفیف زیادی که دارم میدم، من فقط اعتبار اون بلند نوازش رو می‌برم. یه ادمین آپدیت شدم. من میدونم که همه رقیبای من قرار روز بلک فراید برن تو تخفیف. پس من میام سر زودتر این کارو انجام میدم و نیازی هم نیست تخفیف‌های زیادی بذارم. من تخفیفاتو از 5 آذر ماه شروع می‌کنم و میگم که هر کس 5 آذر ماه بخواد از ما خرید کنه 15% تخفیف داره به همراه یک هدیه کوچیک و به همراه ارسال رایگان. مثلا شب لباس فروشی دارم، میام یه مایع شستشوی مختص لباس‌های پشمو مثلا در حد کوچولو اینقدر بهشون هدیه میدم، ارسالش هم رایگان میکنم. روز 6 آذر ماه ما فقط 10% تخفیف داریم ولی باز ارسالمون هم رایگانه. روز 7 آذر ماه فقط 5% تخفیف داریم و دیگه هیچ آپشنی نداریم تو پایسا. ولی موضوع دوم سوم آذر ماه میام توی پیجم اعتراضات میکنم که میگم بهتره که همون 6 آذر ماه شما خریدتون رو انجام بدید، چون دیرتر اقدام کنید شما یک آپشن از ما رو از دست میدید. اینجوری هم میتونم پروژه خوبی داشته باشم. توی کانال تلگرام من تا روز بلک فرایدی هر روز دارم یه تکنیک فروش برات میذارم. اگه فکر می‌کنی به دردت میخوره کلمه بلک رو واسم کامنت کن که تو دایرکت آیدیشو برات بفرستم. اینجا همه مافیای استوری میشن. فالو یادت نره.